سارا، میدونی نور چیه و چرا انقدر برای ما مهمه؟ البته علی، نور یه نوع انرژی هست که چشم ما میتونه اون رو ببینه. بدون نور ما چیزی نمیتونیم ببینیم. خب ولی چرا نور یه خط مستقیم حرکت میکنه؟ چون نور مثل یه پرتو یا شعاع خیلی باریک عمل میکنه که مستقیم حرکت میکنه. به همین دلیله که وقتی خورشید میتابه، سایه ما شکل میگیره. پس سایه یعنی چی دقیقاً؟ سایه جایی هست که نور بهش نمیرسه، چون یه جسم جلوی نور قرار گرفته. مثلا وقتی تو جلوی چراغ میستی، پشت سرت سایه میفته. فهمیدم. اما چرا وقتی نور از یه محیط وارد محیط دیگه میشه مسیرش تغییر میکنه؟ این اتفاق به خاطر شکست نور هست. مثلا وقتی نور از هوا وارد آب میشه، سرعتش کم میشه و به همین دلیل مسیرش خم میشه. آهان، پس شکست نور باعث میشه که چیزها زیر آب به نظر جابجا شده باشن. دقیقاً. مثل وقتی که میخوای یه سنگ رو در آب برداری و به نظر میرسه جای سنگ تغییر کرده. جالبه. و انعکاس نور چی؟ چرا بعضی سطوح نور رو باز میتابونند؟ وقتی نور به یه سطح صاف و صیقلی میخوره، مثل آینه، به طور منظم بازتاب پیدا میکنه. این یعنی نور با زاویه‌ای که میتابه برمیگرده. اینجوری ما میتونیم خودمون رو تو آینه ببینیم؟ دقیقاً. بدون انعکاس نور آینه هیچ کاربردی نداشت. خیلی ممنون سارا. الان فهمیدم نور چطوری کار میکنه. خوشحالم که برات مفید بود